حمید. صحابه تقلید نکرده، خود امام ابو حنیفه تقلید نکرده، شاگردایش تقلید نکرده، ابو یوسف و محمد تقلید نکرده. مخالفت قول استاد خدا کرده یا نکرده؟ تو در کتاب میبینی و برادرم. توی مولای امروزی مرا برام دلیل نگی، ولی مرا برام پیش کو و نکرده تقلید. خو مبارزه کرد، الله پیدا کرد برای محو بدعت، بس مبارزه کرد. الله به هزارها به میلیون ها شاگردایش در مختلف گوشه ها تید کرد. همین ترجمه قرآن در هر جای روان است، در هر جای. بعد از الله غریقی رحمت کنه، آلی زنده است، حیات داره، شیخ عبدالسلام شاگردش بود، الحمدلله خوب خدمت های بزرگ به قرآن کرد، ترجمه ها کرد، مردم از او سیراب شدن، خواری و زحمت کشید. همچنان دیگه علما خیلی زیاد عالی الحمدلله پیدا شده، همین کارا را میکنه. اگر نباشه کی بدعت و سنت فرق میتونست. تا 10 سال پیش در افغانستان کس نمیگفت که نوروز رواست یا نارواست، عیدی مجوسی را که میشناخت. ملا صاحبان بیرق خودش میگرفت. یک مولوی صاحب در نوروز بیرق خودش گرفته بود، برده بود سر قبر. کسی برای ما گفت من نو از پاکستان آمده بودم، مرا میمان کرده بود، نو از پاکستان آمده بودم. گفتم مولوی صاحب احکام القرآن لجساس قطعه است؟ گفته. گفتم تو بیار بوده. فتاوی شامی قطعه است؟ گفته. من گفتم تو بیار بوده. بحر رای قطعه است؟ گفته. الحمدلله خوب کتابم داشت، صفحه ها را برش کردیم. من گفت بخوان. یعنی که میخوان میگم الله اکبر الله اکبر. من گفت من خودم بیرق برده موجا. الحمدلله عالم حق پرست بود. امروز جمعه بود، همینانا که خوردیم رفتیم در جمعه تقریر ما کردم، خطبه را ما دادم. خب بعد از ختم نماز خیست گفتو مردم مرا مولوی صاحب امروز در این طور نکته متوجه کرده که بالکل ما ایره خودم انجام دادم و از الله استغفار طلب میکنم. ما در نوروز قطع شما یک جای بیرق گرفتیم رفتیم، او در این نوروز یک تخمه که میدی کتابای احناف میگه برای تعظیم نوروز اگر بده برای مشرک که تعظیم از او شود که روزی جشنش است، کافر میشه. گفت ما کتاب از خودم است، خب من مطالعه نکرده بودم، موریس متوجه ساخت. عالم حق پرست بود، به مردم اعلان کرد، مردم درک میکنه. کجاست؟ کجا؟ اگر این علما نباشه سنت و بدعت معلوم نمیشه، شرک و توحید معلوم نمیشه. امروز است شکری الله تبارک و تعالی است که یک آدم عامی ما فرق میتونه که شرک است توحید است، میتونه فرق کده، میتونه با الله سوال میکنه، از قبر سوال نمیکنه. گپی عادی نیست، این سرنوشت آخرت دی تعلق داره دی توحید و شرک. اگر هر قدر 1 میلیون حج بکنی، 1 میلیون، او شب و روز قیام اللیل بکنی، او روز روزه بگیری که عقیده شرک داشتی، اینمی قدر برابری پری کاهم برات ثواب وجود و آخر الامر ابد الاباد در کجاستی؟ در جهنم. این گپ عادی نیست. یکی اگر نمی بود دفع نمیکرد الله بعضی مردم را توسط بعضی مردم پادشاهایی را پیدا میکنه که عادل میباشه، مقابله میکنه با پادشاهای ظالم. دیگه خامخا فساد میگرفت زمینه، در بین قماندانا میتور پیدا میشه که یکی مفسد است، دیگه آدمی صالح پیدا میشه، در بین دریورا هم میتور پیدا میشه، در بین مامورا، در بین معلما. الله تبارک و تعالی در هر طایفه و در هر ارگان یک کس پیدا میکنه که مقابله را شروع میکنه، میخیزه. این مقابله ثمر بخش است. ما از همون خاطر میگم که در هر ارگان یک موحد ما داشته باشیم. تو باور بکو یک موحد در مکتب باشه، بستر رسم استادان برای استادا را مکمل ولارسایت چی میکنه؟ گم میسازه. فقط دلیل طلب بکنه ما مسلمان هستیم، در دینی است یا نه. با بیرق سلام دادن و دست ایتور گرفتن، این در کدام دین است؟ یک نفر در یک ارگان باشه. بسیار اصلاحات آورده میتونه. شرط است که به اخلاصی سخن بگویه، متکبرانه نگویه، برای دلسوزی بگویه، برای اصلاح مردم بگویه. او گپ تاثیر داره، او گپ انقلاب پیدا میکنه. بسا اوقات نمیتور است. در مسجد یک دفعه گفتی که مردم یک نفر بخیزه بگو ما اینطوری تراویح خوانی را مخوی او مولوی صاحب این در کدام حدیث آمده که اینطور تراویح پیغمبر خوانده؟ یا سند بده دلیل، یا است که طوری تراویح را ما نمیخوانیم. صحابی خوانده، تابعی خوانده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوانده، شاگردایش خوانده، کدامش خوانده؟ سند بده. کیو برات سند بده یا داده میتونه آنی که حالی با یک گپی تو اعتراضی تو هم گپای اسلامیش یا نمیشه. غیرت بکار است، آواز بلند کردن بکار است. او مردم شما یک دفعه آواز بلند کنی انشالله الله برکت میندازه. اینمی الله مقرر کرده.
شکر بکش که تو را مقرر کرد برای دفع کردن یک مفسده. ما گاهی وقت میگم او برادر خوش باشه، اگر همینطور مردم در مقابلی تا نباشه شما چی امتیاز پیش الله میگیری؟ باز کلگی که جور باشه تو چی امتیاز داری؟ نه ناجور مردم وجود داره که تو قطع از مقابله داری، الله برات مرتبه میده. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این چیزی که ذکر شد آیاتای الله تبارک و تعالی است، نتلوها ما تلاوت میکنیم آیات را علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام بالحق، مطابق واقع حقیقت داره، گپای تاریخی خیالی نیست، هر چیز در اصل واقعیت است. و علامه نبوتی توست. چرا؟ به خاطری که دو زمان دو مقام تو نبودی و نه قطعی کسی شاگردی کرده نه کتابا را دیده، یک دم داستانای خیلی واقعی دقیق که مشتمل به تمام نصایح است، او را مکمل سر از یاد تلاوت میکنی، خودش دلیل نبوتیت است. از او خاطر الله میگه و انک لمن المرسلین، یقینا تو پیغمبر علیه السلام از جمله کسانی هستی که فرستاده شده ای برای کی؟ هدایت و رهبری امی مردم. اگر مردم نمیپذیره خسته نشوی، الله تو را پیغمبر مقرر کرده، الله تایید میکنه، مردم تایید نکنه قبول نکنه، دلیل وجود داره. اگر مردم انکار میکنه به مورد انکار میکنه، دلیل وجود داره. تلک الرسول فضلنا، این امی انبیاء علیهم السلام تسلیم ده پیغمبر علیه السلام، انبیاء علیهم السلام فضلنا بعضهم، ما برتری دادیم بعضی از یار علی بعض بالای بعضی دیگرها. یکی مسئله مطلق نبوت و رسالت است. در مطلق نبوت و رسالت کلگی یکسان است. یکی برتری به اعتبار دعوت و تکلیف و رنج و مشقت کشیدن است. اینجا انبیاء علیهم السلام فرق داره. در بین انبیاء 5 پیغمبر اولو العزم است، ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی علیه السلام، نوح علیه السلام و پیغمبر علیه السلام. اولو العزم است، 5 پیغمبر. در بینشان الله برتری داد. چرا؟ یک پیغمبر تکلیفی خیلی زیاد کشیده. مواقف امتحان ابراهیم خلیل الله را یک دفعه نظر بکنی که چه حالات دیده. از امو خاطر است که تو را میگه ملت ابراهیم چیست؟ حنیفا، تابعداری ملت ابراهیم، روش ابراهیم را پیش بگیره. و چرا؟ ابراهیم شخصیتی بود که حنیف بود، حنیف مکمل یک طرفای دیگر مکمل اله کرده بود، به الله تسلیم بود. خامی برتری دادن به پیغمبر در کدام مرتبه باشه؟ این 2 صورت داره. یک صورت است که تو به پیغمبر خود مرتبه میدی، خود نعوذ بالله بالمقابل تنقیص یا توهین پیغمبر دیگر را میکنی، این حرام است، این نادرست است. اصلا این آیت هم نازل به می خاطر شده. یک یهودی و مسلمان با هم چی کردن؟ گفتگوی مشاجره لفظی کردن. یهودی گفت که پیغمبر ما بهتر است، کتاب ما بهتر است از پیغمبر او. چی؟ این صحابی خیست زد یک چپیلا قوره که تو هنوز از پیغمبری ما کده، پیغمبری خدا بالا میگی؟ چطور از پیغمبر ما بالا شو؟ الله آیت روان کرد. پیغمبر علیه السلام میفرمه که لا تفضلونی علی یونس ابن متی، برای ما برتری ندی سر یونس، بچه یونس علیه السلام که بچه متاست. منظورش چیست؟ برتر خواست پیغمبر علیه السلام. اینطور برتری که سبب نقصی کی شوه؟ پیغمبر دیگه شوه. اینطور برتری برای من نداره. امو صحابی را طلب کرد و پیغمبر برش گفت که نگوی طور گپه. در وقتی که کلی مردم سور دمیده میشه، کلگی بیهوش میشه، اولین کسی که از بیهوشی بهوش میه مستم. ولی موسی علیه السلام میبینم که پیش از من پای عرش گرفته. نمیفهمم که او از من که پیش بهوش آمده یا ایج بیهوشی سرش نامده، به خاطری که در دنیا سرش بیهوشی آمده بود زمانی که دیدار الله را طلب کرده بود. اینطور نگوی. جزئیات انبیاء علیه السلام متنوع است، اما برتری مطلق از پیغمبر علیه السلام است. در بینشان تفاوت وجود داره. خوی تفاوت ها سبب تنقیصی بگوی مرتبه یک پیغمبر دیگه نمیشه. من هم بعضی از یامن کسی از کلم الله که سخن گفت الله امرایش مسلم موسی علیه السلام و رفع بعضهم بلند کده بعضی از یار درجات نظری مرتبه، مراد از پیشش پیغمبر علیه السلام است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما دادیم به عیسی علیه السلام بچه مریم البینات دلایل واضح، معجزات خیلی آشکارا. و ایدناه بروح القدس، تاییدی عیسی علیه السلام کردیم با امرای روح القدس. روح القدس 2 ترجمه داره، با امرای ایمان راسخش، با ایمان راسخ تاییدش کردم که موقف خیلی محکم و مستحکم داشت. دوم ترجمه توسط جبرئیل امین، روح است پاک است. جبرئیل امین خود تایید دیگه کسارم کرده، پیغمبرم کرده.
لیکن تاییدات از او خیلی ظاهر بود به نسبت دیگه پیغمبرها. تایید جبریل امین به عیسی علیه السلام خیلی آشکارا و واضح بود به نسبت دیگه انبیا. از او خاطر میگه وایدناه بروح القدس، وگرنه تاییدات جبریل امین به کل انبیا علیهم السلام است. ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتل الذین، جنگ نمیکرد کسانی که من بعدهم، پس از یا بود، من بعد ما جاءتهم البینات، پس از اینکه آمد برشان دلایل واضح، ولکن اختلفوا، لیکن اختلاف کردن، فمنهم، بعضی از یامنو کسی از آمنه که ایمان آورد، و منهم من کفر، بعضی از کسایی بود کفر که انکار کرد از نظام الله. ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتلوا، در بین خود جنگ منازعه نمیکردن، لیکن حکمت الله تقاضا کرده که این اختلافات باشه. ولکن الله یفعل ما یرید، لیکن الله به حکمت خود انجام میده، میکنه آن چیزی را که الله اراده بکنه. الله که اراده میکنه او چیز شده نیست. قرآن بر ما بیان کرد اول انبیا علیهم السلام مصدرشان واحد است، از یک نقطه میآید. الله تبارک و تعالی واره روان میکنه، برنامهشان مکمل یکی است. دعوت به سوی توحید الله برنامه مشترکی کل انبیا علیهم السلام است. پس تعدد انبیا علیهم السلام سبب شده نمیتونه برای جدا شدن فرقه ها و طایفه ها. کلگی اولاد آدم علیه السلام و کلگی برنامه عقیدویشان یکی است. این سبب اختلاف نمیشه. چرا؟ به خاطر که این انبیا علیهم السلام یک الله روان کرده، تفاوتی در نبی بودن و پیغمبر بودن نداره، بلی به اعتبار عمل، به اعتبار دعوت و تبلیغ تفاوت وجود داره، اما در اصل برنامه قطعا تفاوت وجود نداره. پس اختلاف گروه ها و قوم ها در مختلف تاریخ ها، این اختلاف نیست که ریشه‌ای باشد، بلکه اختلاف زمان و مکان است، او اختلاف زمان و مکان و نژاد و قوم هیچ تاثیر نداره، کلگی یکی است. ما اگر دو برادر یک عقیده داریم، ولو در مختلف جاها زندگی میکنیم، مختلف لهجه سخن میگیم، رنگای ما مختلف و متنوع است، اما عقیده یکی است. از او خاطر اول الله اشاره میکنه که کل برنامه های پیغمبران یکی بوده، متحد بوده، سبب اختلاف نبوده. خیر اختلاف از کجا پیدا شد؟ قرآن عالی وجوه اختلاف هم بیان میکنه، وجه اختلافه. الله میگه ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتل الذین من بعدهم، جنگ نمیکردن و کسانی که پس از انبیا علیهم السلام امتایشان باقی مانده در بین خود اختلاف نمیکردن. چرا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، پس از اینکه معجزات برشان واضح شده بود، دلایل واضح برشان آمده بود که در بین دین موسی و پیغمبر علیه السلام و عیسی علیه السلام تفاوتی در عقیده وجود نداره. حالی دیگه یکی خود یهودی، دیگه نصرانی، دیگه مسلم نمیگفت، جدا جدا فرقه نمیکرد. لیکن ولکن اختلف، لیکن یا اختلاف کردن، حکم الله یکی بود یا گرفتن پارچه پارچه کردن. توحید یکی بود لیکن وا گرفتن عزیر علیه السلام بچه الله مقرر کردن. یهود نصارا خستن عیسی علیه السلام چی گفتن؟ بچه الله. از همون خاطر دین پیغمبر قطع دین از وقت در تکر و تصادم شد. دین پیغمبر حنیفیت بود، یک به الله عبادت کردن. کسی هم پیش الله نازول و نازدانه بچه و بچه خونده نیست، اما او ادیانی که پر پیدا کرد، از این خاطر اختلاف پیدا شد. پس اصل سرمایه اختلاف جور کردن سخنای خود امو ملت هاست که از خود ساخته، نظامی که الله روان کرده در او اختلاف نبوده. فمنهم من آمنه و منهم من کفر، کسی ایمان آورد، امو نظامی که الله روان کرده بود او را تصدیق کرد، به او تسلیم شد. از او خاطر هر نظامی که آمد تصدیق کرد. در زمان موسی علیه السلام موسی علیه السلام تایید کرد، در زمان عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام، در زمان محمد رسول الله همونطور مردم موجود بود که هر پیغمبر آمد برش تسلیم شد. چرا تسلیم شد؟ به خاطر که نظام یکی است. لیکن مردم آرای خود شامل کرد در دین. بعد از اون نظام پیدا شد، یکی میگه نه عزیر علیه السلام خیلی روی دار است، دیگهش میگه عیسی علیه السلام روی دار است. امروز هم اختلافات وجود داره. دین الله بود، کلی روش و طریقه از یکیست، از یک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک از همون خاطر اگری روش از دهن احمد برای قابل قبول است، اگر دهن محمود برای، اگر زید برای، بکر برای، عمر برای، از هر زبان کی برای، خو روش کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه یکی است. لیکن مردم پیدا شدن گفتن نه امام ابو حنیفه خیلی امامی بزرگ است، دیگهش گفت امام شافعی، دیگهش گفت احمد ابن حنبل، دیگهش گفت امام مالک. این نزاع پیدا شد.
او را بگذار. حالی بعد از اون ملاهای این عصر پیدا شده، یکی شاگرد یک ملا شده، دیگه شاگرد دیگه ملا، فقط ملا پرستی حالی شروع شده. خلاص اختلافات میکنه. قرآن میگه مایه و سرچشمه اختلافات نظریات مردم است. اصل اختلاف هیچ وجود نداره. چرا؟ امام ابو حنیفه از کجا میگه از حدیث پیغمبر؟ امام شافعی از کجا میگه از حدیث پیغمبر؟ امام مالک، احمد از کجا میگه؟ از جان خود گفته میتونه؟ باستی که از پیغمبر میگه، راه پیغمبر گرفته، یا به خود راه داره یا به خود راه قطعا نداره. تو برش راه جور کردی که حالی یکی را ملک مقرب جور میکنی، دیگر را بگه شاگرد ابلیس جور میکنی، نعوذ بالله. از دستی توست. یکی کتابای فقه، در کتابای فقه نوشته باشه، در کتاب حنفیات نوشته باشه که در امت پیغمبر یک شخص پیدا میشه که نامش ادریس است و او ابلیس است، نعوذ بالله. امام شافعی رحمت الله علیه را میگه. فتاوی شامی تا بکش، در اونجا این شعر نگفته فلعنت ربنا اعداد رمل، فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابی حنیفه. نگفته بکش فتاوی شامی تا. لعنت پروردگار ما میگه به اندازه ریگا باشه بالای کسی که رد کرده قول کی را. لیکن بیچاره نمیفهمه. اول کسی که رد کرده قول امام ابو حنیفه را شاگردش ابو یوسف است، دوم شاگردش محمد است، دیگه شاگردش زوفر است، دیگه شاگردش ابن سماع است، دیگه شاگردش حسن ابن زیاد است، دیگه شاگردش ابن مبارک است. محدثین خو یک دم رد کرده. خیر سری کل اگه لعنت باشه. بزرگ فتاوایت است تا امروز همون لفظه از پیشش نکشیده یم. چرا؟ خیر ما قبول کنیم بگویم. او شعر در اینجا گفته، ما باز امو را گفته بریم، نه؟ گفته بریم. هر کس که قول ابی حنیفه را رد میکنه بگو دیگه این کدام دین است؟ تو بگو ملا صاحب عالم، مردم کدام طرف میکشانی؟ قرآن بر ما میگه سبب اختلاف آرای مردم است. دین سبب اختلاف نمیشه، مذهب سبب اختلاف نمیشه. اختلاف تو جور کردی. یکی را حنفیت وحی آسمانی است، شافعیت وا میگه او تابعدار از ما میگه وحی آسمانی است، دیگرانش کلش پاجا پوجی، هیچ چیز نمیفهمی. دیگران را بنداز در بحر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله. الله خواسته که امتحان بکنه، الله برات ذهن داده، برات میاد که قرآن برات آواز میکنه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت الله را بکو، از پیغمبر را بکو. در یک جایی که ثابت نمیتونه که اطیع ابا حنیفه یا اطیع الشافعیه، اطیع مالک، اطیع احمد ابن حنبله، کسی ثابت کرده میتونه؟ ما براتون گفتم که یک نفر قاری صاحب نماز داد، گفت تو در کدام مذهب هستی؟ گفت من در مذهب محمد رسول. نه در 4 مذهب. او سرش قار شد که ریشت نیست. ما گفتم نه تو خب نکردی، طلب کردم شما. گفتم بیا درکم تو در کدام مذهب هستی؟ گفت من در مذهب امام ابو حنیفه، امام اعظم رحمت الله علیه. ما گفتم یک دلیل برای ما بیار که از امام اعظم تو پیروی میکنی که من امور پیروی کنم. اگر او آدم یشار باشه حالی میگرده که یک دلیل پیدا کنه، نه که در کجا قرآن حدیث گفته که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را پشتش روان باشه. اگر خوب میگفت، اگر بد میگفت، هر چی که میگفت پیدا کنه، میفهمد، از ذهنت کار میکنه. قرآن بری تو عقل داده، قرآن بری تو کتاب روان کرده، مرجع. الله برات میگه و این تنازعتم فی شیء فردوه، در کتاب الله رد کوشه. اختلاف داری در کتاب الله رد کوشه که تو بفهمی حقیقت. خو الله خواسته امتحان میکنه. یعنی امتحان بزرگ است. کسی کامیاب میشه و کسی کامیاب نمیشه. ولو شاء الله مقتتلوا. جوانا را میگه بریم در ترجمه. نه اوجا نمیرم، اماما را بد میگه. اماما را بد نمیگه، اماما را مدح میکنه. واخ بزرگای دین است. ولو شاء الله، اگر الله میخواست مقتتلوا، مردم جنگ نمیکرد، مردم جبران نمیتور سر یک نظام باقی میگذاشت، هیچ نوع اختلافات پیدا نمیشد. لیکن حکمت تقاضای ایرا نمیکنه. چرا؟ ولکن الله، لیکن الله یفعل، انجام میده به حکمت خود ما آن چیزی را یریدو که الله اراده داره. الله اختلافات پیدا میکنه که مردم کدام را در این اختلافات پیش میگیره، کدام سمت، کدام گروه را قطعی امرا میشه، قوم ما کم میگیره، عقیده را ما کم میگیره، بگوی قرآن ما کم میگیره، مذهب ما کم میگیره، کدامش میگیره. الله امتحان میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آورده. باز در بین الله تبارک و تعالی مسئله انفاق ذکر میکنه. خب بسیار به نکته جالب اشاره میکنه.
انفاق کی خیلی مفید است، کی باید آدم انفاق بکنه. خرج کردن خو مطلقا ثواب داره، خود کجا شوه و کی شوه. قرآن آلی امیر بر ما میگه یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده تقاضای ایمان است. چی میگه بر ما؟ انفقوا، خرج کنیم، مما از بعضی آن چیزی که رزقناکم، ما براتون روزی دادیم، چیزی را که در دسترس شما قرار دادیم، ما در دسترستان قرار دادیم. لاف نزنی، نگویی که من خیلی در اقتصاد مهارت داشتم این مال پیدا کردم، من خیلی زحمت کشیدم علم پیدا کردم، من خیلی خواری کردم این مرتبه در دستم آمده، این منصب. کی برات داده؟ الله. استعداد کی برات داده؟ اسباب و وسایل کی برات داده؟ الله برات داده. حالی از دادگی الله مصرف نمیکنی ها؟ او برات میگه کم مصرف کو، بعضی از آن چیزی که ما برات روزی داره. خب کی مصرف کو؟ باباهای ما واری نمیکنه که تمامی عمر همینطور زنده گشته، مدرسه رم خودش بچه‌شم دیده، شاگرد دیده، ترجمه را دیده، یتیم دیده، بیوه را دیده، کوچه را دیده، چا را دیده، همه مشکلات مردم دیده، پول و پیسه قطش است، خو یک روزم در پا نداده. خو زمانی که در جان کندن شروع میشه دست پرتافته رایسته، باز چی میگه؟ بچه خیرات را پشتم بکنی. مراد از خیراتش چی است؟ 3 و 4 و 40 و جمعه است. خب دیگه چیز نیست، بدعتا را وصیت میکنه. قرآن برات چی میگه؟ انفقوا، خرج کنیم، مؤمنا مما از بعضی آن چیزی که رزقناکم، ما براتان دادیم، من قبل ان یأتی، پیش از اینکه بیاید یوم، یک روزی که لا بیع فیه، تو روزی که دو معامله نمی باشه، خرید و فروش در اونجا نیست، یک ولا خلتون، در اونجا آشنایی و دوستی هم نیست، ولا شفاعتون، سفارش کردن هم نیست بدون اذن کی؟ الله تبارک و تعالی. والکافرون هم الظالمون، کسایی که از این نظام و از این سخنای الله منکر است، اونمو مردم ها تجاوز کرده در حق خود. چرا ظالم است؟ الله پیدا کرده یاره برای عبادت خود، روزی برشان داده، عافیت برشان داده، به خاطری که طلب کنه توسط یعنی روزی و صحت و عافیت خود طاعتی کی را بگه؟ الله تبارک و تعالی را. لیکن این مردم بعد از دادن صحت و بعد از دادن استعداد و مهارت، بعد از دادن مال و دارایی، بعد از دادن وزارت و ریاست، بعد از دادن قوت و توانایی، هیچ اینمی قوت ها را در جای خود استعمال نکردن، بلکه اینمی چیزایی که سبب قوت برای عبادت الله میشد، شناخت الله میشد، یا را اسباب گمراهی خود جور کرد. امروز همون طور است یا نه؟ مال بلای جان مردم شده. در روز جمعه در مسجد در نماز جمعه نمیره، قطی من ده پلکی خود بگوه که او را یک رقم کالا را پوشیده او تیپ خودم چی کرده؟ بلند کرده، طرف قرغه روان است، خفتن باز پس میگرده. این نعمتای الله را موتر داره در غلط را استعمال کرده، قوت داره در غلط را، در منصب و وزارت رسیدی، حالی چی میکنی؟ تو را به الله قسم خدمت دین الله را کردی؟ دین خیش نمیشناسی، همین خدمت ملت کردی؟ نه، غلط استعمال میکنه. بزرگترین ظالم کسی است که نعمتهای الله را در جای مناسبش استعمال نکنه، از اعضای خود گرفته تا نعمتهای خارجی را. یک در آیت قرآن کریم است که هر عضو انسان در موردش چی میشه؟ سوال میشه که چشم در چی استفاده کردی. یک عالم خیلی مشهور ترجمه میکنه، بیچاره همی ترجمه هم غلط میکنه، میگه کل ذالک عنه چیسته مسئولا، میگه از خودی قلب سوال میشه، از خودی چشم سوال میشه. ودودای خور معنای از این طور نیست، از قلب سوال نمیشه، از چشم و دست سوال نمیشه، از توش سوال میشه در موردی امی عضویت که الله برات داده بود که ایره در چی استفاده و استعمال کردی. ترجمه را میکنی خوابی قدر گپ بفهمم اونجا چی است، آیت چی رقم گفته نمیفهمم. عجیب است. کابل جان است دیگه، برای ترجمه را شروع کن، ترجمه کده برو خلاص در مراد برسی. خب در اینجا الله تبارک و تعالی چقدر نقطه را برای ما پیش میکنه. قبل از اینکه در اختیار خود هستی، در دسترس خود هستی، ملکت از توسته، تو که وفات میکنی در چندم حصه آدم باز ملکتش ثابت باقی میمانه؟ در سوم حصه. چندم؟ وصیت تو در سوم حصه مال است دیگه، مالیت از تو نیسته، به ورثه میمانه، در این قرضیت ادا میشه. در وقتی که تو جور هستی با چشمی سر میبینی که کدام جای خیلی نیاز داره. از همون خاطر این نکته را باز
دوباره گبی کدام بیان میکنیم که مردم ما آگاه شود. کابل یک کوچهش جور نیست. بلدینگ 12 منزل رسیده خود ایتور کاشی قیمت از کجا آورده که در 2 سال تنها کاشیکاری شده.